سلام علیکم محصلین گرامی، وقت همه شما بخیر. به مجتمع فانتون آزاد افغانستان خوش آمدید. د افغانستان فرانسې فانتون ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې د یو ځل بیا خوشبختانه د روسیه هېواد د سکالټیج ساینس او ټکنالوژي فانتون د سکالرشیپونو په اړه باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شئ تاسو دغه بورسونو ته په آنلاین ډول سره نوملیکنه وکړئ. دغه سکالرشیپونه مشخص د ماسټرۍ او دکتورا برخو لپاره اعلان شوي دي چې تاسو کولی شئ یوازې همدغه دوه مقطعو ته په آنلاین ډول سره نوملیکنه وکړئ په مختلفو رشتو کې. محصلین گرامی، بورسیه کشور روسیه که از طرف فانتون سکالتیج ساینس این تکنولوژی اعلان شده مشخص در دو مقطع که ماستری و دکترا می باشد، شما میتونید اپلیکیشن خود ارسال نمایید. اینجا صفحه عمومی است، لینک ثبت نام با شما شریک می شود. مشخص در مقطع ماستری که است این رشته شامل است. شما میشه باز در جریان آنلاین اپلیکیشن این را انتخاب کنید. کولی شئ په جریان د اپلیکیشن کې به دغه رشته انتخاب کړئ و میخواستم اگر به مقطع PhD یا دکترا اپلای میکنین اینجا همه رشته به شما نشان میدهد. میم در رابطه با اپلیکیشن که چه شما اپلیکیشن خود ارسال کنین، مستقیما این صفحه که به شما باز شد با گزینه اپلای ناو کلیک کنین، یک صفحه دیگه به شما باز می شود. اینجا تاریخ یا ختم دیدلاین هم گفته که 2 مارچ تا 2 مارچ میتونین به مقطع ماستری اپلیکیشن خود ارسال نمایید. میخواستم اگر به دکترا اپلای میکنین به مقطع، البته به مقطع PhD تا 28 آوریل وقت دارین که آنلاین اپلیکیشن خود ارسال نمایید. اینجا میم با گزینه اپلای باز کلیک میکنم. با اپلای بटन باندې کلیک کوم که یو بل فارم صفحه خلاصیږي. از این طریق دوستو صفحه اگر به روسی بود ایرا انگلیسی تبدیل کنین. خب ما ایرا یک اکانت فیش می داشته باشم، البته یک اکانت دارم که ما لاگین شده بودم. ایرا ساین اوت کلیک میکنم، لاگ اوت میشم. خب از این قسمت شما که باز به گزینه اپلای کلیک کنین دوستا، اینجا کلیک کنین. ما فعلا لاگ اوت شدم. اینجا دیگه فرم با شما باز می شود. معمولا اپلیکیشن فرم است که شما باید یک اکانت به خود داشته باشین وقتی که اول شما رجیستر میشین. در قسمت نام خود اضافه کنین و شماره موبایل که فعال باشد، اول کد افغانستان، باز شماره تلفن شما. ایرا نوشته کنین، د خپل تلفن شماره ورته ورکوي. لاګین وروسته راځو بیا به تاسو خپل ایمیل ادرس وي، یو فعال ایمیل ادرس په دې برخه کې لیکئ چې هغه ته یو لینک هم بیالیږي. از این قسمت دوستا شما یک ایمیل ادرس خود اضافه میکنین. اینجا هم با کدام مقطع شما اپلای میکنین مشخص انتخاب میشه. اولی که است بخش ماستری و دوم PhD یا دکترا می باشد. من مقطع ماستری رو انتخاب میکنم. مشخص در مقطع ماستری باز جنرال یک رشته انتخاب میشه، مثلا دیتا ساینس است، انرژی سیستم است، انجینیرینگ است و غیره. این چند تا رشته ها یا فیلد که به شما نشان میداد میشه از این انتخاب کنین. دیگر رشته ها نداره، لایف ساینس است و غیره. ما دیتا ساینس انتخاب میکنم مشخص در مقطع ماستری. ایره که انتخاب کردین اینجا تابعیت که کشور افغانستان انتخاب میکنم. بعدن با زبان انگلیسی میخوایم که این اپلیکیشن ما پروسس شود. اینجا زبان انگلیسی رو انتخاب میکنم. اگر به روسی میفهمین میشه زبان روسی رو انتخاب کنین. اینجا دوستا انگلیسی رو که انتخاب کنین باز شما تصدیق میکنین که همه معلومات شما درست است. به گزینه کانتینیو کلیک کنین، اکانت شما جور میشود. من فعلا یک اکانت به این ایمیل ادرس دارم. مستقیما وقتی که به گزینه کانتینیو کلیک کردین دوستا پروفایل شما باز میشه و اکانت شما باز میشه. اینجا د ایمیل ادرس شما باز یک لینک روان میکنه. در قسمت باز مشخص ایمیل ادرس شما و پاسورد هم نشان میدهد. خب من میم اینجا دوباره با گزینه ساین این کلیک میکنم. از این طریق شما میتونین پیش برین. در ایمیل ادرس شما هم ذکر شده. استارت اپلیکیشن کلیک کنین. اپلیکیشن از این قسمت شروع میشه. اول باید شما لاگین شوید. لازم دلته په ساین این برخه باندې کلیک کوم. از این قسمت مستقیما وقتی که شما لاگین میشین ایمیل ادرس و پاسورد خود اضافه میکنین. اما پاسورد که در ایمیل ادرس شما اینجا اضافه شده، البته ارسال شده، این پاسورد دوستا. من به گزینه ساین این کلیک میکنم، لاگین. قسمت هم صفحه عمومی بر ما شما باز میشود که اپلیکیشن شما از این طریق یا از این قسمت شروع میشه. در اول خو بخش پروفایل اینفورمیشن است که معلومات شخصی شما می باشد و دوم که است ایژوکیشن یا تحصیلات است که شما امو بخشایی که در کدام فانتون درست خود تکمیل کردین، لیسانس خود او را اضافه میکنین و پروفشنال دیتیلز. اینجا هم بازی اسناد است و انتخاب است که او را باید شما تکمیل کنین. خب بخش پروفایل کلیک کردین دوستو، اینجا نام خود اضافه میکنین. ما ای تخلص در قسمت لاست نیم تخلص اضافه میکنم، احمدی. خب ایرا که نوشته کردین شماره تلفن شما آلریدی موجود است. بازم ببینین اگه اشتباه
ایمیل آدرس خود که فیش شما وارد کردین در جریان اکانت ساختن. خب میام به اینجا به شما نشان میده دوستا که شما بخش ماستری یا مقطع ماستری انتخاب کردین و این هم رشته مشخص که دیتا ساینس است. در این باز دوباره مشخص یک فیلد انتخاب میشه که در کدام موضوع تا کدام تاپیک شما میخواین درس خود در مقطع ماستری تکمیل کنین. مثلا ماشین لرنینگ است، بخش آرتفیشال اینتلیجنس، هوش مصنوعی و غیره. من این اولی رو انتخاب میکنم. خب این که انتخاب کردین بعد سیتیزنشیپ که کشورم تابعیت افغانستان است، این هم انتخاب شده. در قسمت شما باید عکس خود آپلود کنین که گزینه آپلود فایل کلیک میکنین. یک عکسی که حداقل با اندازه سایز پاسپورت باشد در قسمت آپلود کنین با بک‌گراند سفید. من میام اینجا با آپلود فایل کلیک میکنم، دلتا په سلیکت فایل باندې کلیک کوم. زه ورته به طور مثال داسې یو عکس انتخابوم. خب اینا که انتخاب کردین دان ان کلوز کلیک کنین، عکس شما سکسسفولی آپلود میشه. در قسمت هم شما میل فیمیل، من میل انتخاب میکنم. بعد در قسمت گفته که تاریخ تولد شما که از اینجا اضافه میشه. لدغه برخه نه خپل د تولد یا هغه د پیدایښت تاریخ ورته اضافه کړئ. ښه په دې برخه کې مو چې کله د پیدایښت نیټه تاریخ اضافه کړو، دلته هم ستاسو فعلي یا اوس چې په کوم هیواد کې اوسیږئ هماغه ادرس به ورته ورکوئ. یعنې اوسنی د تابعیت هیواد چې دا هم زه افغانستان ورته اضافه کوم. افغانستان اف چې ولیکم افغانستان خپله راځي. ښه په دې برخه کې چې تاسو فعلي په کوم ښار کې هستئ، زه ورته کابل دا اضافه کوم. دلته هم یو پوښتنه کړې چې د سکالرشیپونو په اړه باندې تاسو له کوم تاریخ نه خبر شوی، از کدام تاریخ شما درباره این سکالرشیپ معلومات حاصل کردین. مثلا سوشال میدیا این اینترنت این انتخاب میکنم. خب این بخش که انتخاب کردین تا ایژوکیشن دیتیلز، اول بخش پروفایل اینفورمیشن از دقیق بازم ببینین. این بخش تکمیل شد، میام به گزینه سیو کلیک میکنم. معلومات بخش پروفایل شما یا پرسونال اینفورمیشن ای سیو می شود. در معلومات ثبت کیږي. ببینید دوستان اینجا بر ما شما نشان داد که معلومات شما تکمیل شد. بعد میام به گزینه ایژوکیشن دیتیلز اینجا کلیک میکنم. میتونین کلیک کنید دوستان اینجا. خب میام به ایژوکیشن دیتیلز اینجا کلیک میکنم. در قسمت خب گفته که شما با مقطع لیسانس البته ماستری اپلای میکنین، معلومات دوره لیسانس خود باید اضافه کنین که از کدام فانتون فارغ هستین. زه ورته په طور مثال یو نوم ورکوم، بلخ یونیورسیتی بیچلر دیگری انتخاب کنین. معمولا دوره لیسانس خود تکمیل کردین در این فانتون، تاسو خپل د لیسانس دوره په دغه فانتون کې تکمیل کړی ده. از اینجا هم دوستو شما که کدام سال فارغ شدین مشخص از روی ترانسکریپت یا دیپلم ای اضافه کنین از فانتون. 2022 من یک روز تاریخ ما رو انتخاب میکنم. اینجا هم درباره کامیلیتیو گرید فایند ایوریج گفته، این را با اساس فیصدی مشخص اضافه کنین، از اون قسمت حساب میشه. شما در گوگل سرچ کنین، اینجا دوستا از 5 حساب میشه. معمولا سی یا جی پی ای که از دوستا در ترانسکریپت او خواست های جی پی ای که از 4 است، یعنی از 4 شما چقدر گرفتین. اینجا هم قسمت است که های جی پی ای یا های سی جی پی که از دوستا 5 است، از 5 شما چقدر نمرات گرفتین یا از روی ترانسکریپت خدا مشخص کنین، باز اینجا اضافه می شود. در این قسمت دوستا اینجا به شما توضیح دادیم. در این سایت که آمدین مستقیما فیصدی شما که از روی ترانسکریپت او را خوب شما معلوم می شود، او را دقیق ببینین. هر چقدر فیصدی شما که باشد، مثلا 88.90 این فیصدی عمومی 4 سال دوره لیسانس شما می باشد. اینجا باز مختلف است. اولی که از بخش جی پی ای میاد که از 4 حساب می شود، ولی از 5 گرید یا اسکیل که شما حساب کنین این انتخاب کنین دوستا. این بخشا این که انتخاب کنین، باز اینجا فیصدی خود اضافه کنین و کالکولیت تو سی جی پی ای اینجا کالکولیت کنین که مجموع می از 5 4.45 سی جی پی ای شما گرفتین. در قسمت شما ولی نوشته میکنین که 4.4.15 ل 15 تاسو وړي دي کنه. په دې برخه کې ورته مشخص پنځه لیکئ، یعنی تاسو له 15 سی جی پی څخه 4.15 سی جی پی ترلاسه کړی ده. این قسم دوستا اضافه می شود. لینک وبسایت هم با شما شریک میکنم، collegesystemcgn.com به نام این یک وبسایت است. ایره که باز کردین در قسمت باز فیصدی خود اضافه کنین. اگر با اساس جی پی ای تنها 4 حساب میکنین این انتخاب کنین، اگر 5 گرید اسکیل انتخاب میکنین این قسمت اضافه میشه. این قسم دا. خب
CGPA خود که اضافه کردین دوستا از روی فیصدی، اینجا باز دیپلمها و کارن ترانسکریپت اضافه می شود. معمولا از دوره لیسانس دیپلم یا تصدیق و ترانسکریپت شما در قسمت اضافه می شود. په دې برخه باندې کلیک کوم، اپلود فایل اول ورته خپل سرتیفیکیټ یا دیپلم اضافه کوم. اینجا بچلر دیگری سرتیفیکیټ ایره انتخاب میکنم، اوپن کلیک کوئ، تاسو دا اپلود کیږي. دلته بیا ډن انکلوز باندې کلیک کړئ، ګوري ستاسو سرتیفیکیټ یا دیپلم اپلود شو. از این قسمت هم دوستا ترانسکریپت شما از دوره لیسانس، اینجا بچلر دیگری ترانسکریپت. کوشش کنین دوستا هر وقت که اسناد خود اضافه میکنین مشخص به نام شما باشه یا مشخص مثلا یک نام داشته باشه که بچلر ترانسکریپت یا های اسکول ترانسکریپت یا سرتیفیکیت. خب این انتخاب میکنم، بعدن اوپن کلیک میکنم، این هم اپلود میشه. دا برخه چې تکمیل شو، راځم په دن انکلوز دا برخه هم تکمیل شو. اولی که تاسو سرتیفیکیت، په دوم برخه که تاسو ورته خپل ترانسکریپت اپلود کوئ. خب بخش ایژوکیشن دیتیلز یا تحصیلات هم تکمیل شد که شما این فانتونه البته این رشته را در این فانتون تکمیل کردید. اما CGPA فیصدی شما و کدام سال شما فارغ شدین ایره اضافه کردین. با گزینه سیو کلیک کنین دوستا، این مرحله هم ثبت میشه. دم مرحله هم تکمیل. لږ منتظر کیږو تر څو د اسناد اپلود شي دې برخه کې. ښه دوستانو ګوري دا مرحله هم تکمیل شو، ایژوکیشن دیتیلز هم تکمیل شو. بعدن راځم په پروفیشنال دیتیلز باندې کلیک کوم، اینجا کلیک میکنین دوستا. خب در اول خب از شما CV یا رزومه خواسته که کوشش کنین وقتی که CV را اپلود میکنین از فرمت ایروفاس کار بگیرین، او را استفاده کنین، او یک بهترین فرمت است. من اینجا CV خود اپلود میکنم. دلته ورته CV زه انتخابوم، دا اپلود کوم. کله مې چې خپل CV اپلود کړه، بیا له هغې نه وروسته تاسو موټیویشن لیتر چې انگیزه‌نامه ده دا ورته اپلود کوئ. این بخش بسیار مهم است. شما یک ریکامندیشن، البته انگیزه‌نامه را که حداقل یک صفحه باشه، چرا به این فانتون به این بورسیه شما اپلای میکنین، یک دلیل برایشان واضح نوشته میکنین و فلان آینده شما چی است، این رشته را که انتخاب میکنین شما به خاطر چی مشخص یک انگیزه‌نامه را به شما ترتیب کنین که حداقل یک صفحه باشه، باز PDF فایلش در قسمت اپلود کنین. من موتیویشن لیتر کلیک میکنم، اینجا اما بخش انگیزه‌نامه که است موتیویشن لیتر این اضافه میکنم. به طور مثال دا فایل ما اضافه کو. ښه دلته بیا پوښتنه کړې چې ستاسو د انګلیسي سطح، یعنی امو سطح انګلیسي شما که چقدر به انګلیسی بلدیت دارن. اینجا کلیک کنین دوستو، اینجا باید انتخاب میشه تا ادوانس و لیول. من ادوانس انتخاب میکنم. بعدن سطح انگلیسی خود که مشخص کردین، در قسمت هم ریکامندیشن لیتر نیاز است دوستا که اینجا هم شما باید حداقل 2 ریکامندیشن لیتر یا رفرنس لیتر آماده کنین که هم از دوره لیسانس گرفته میشه، شما مقطع ماستری اپلای میکنین. اینجا کلیک میکنم. آنلاین هم درخواست میشه مشخص به استاد. اگر شما اینجا کلیک کنین که ریکوست ریکامندیشن، به استاد یک ایمیل میکنین که بر من این قسم به این بورسیه اپلای میکنم، یک ایمیل البته ریکامندیشن لیتر بر من ترتیب کنین. اگر شما باز فایل می داشته باشید اینجا اپلود کلیک کنین دوستا، مشخص امر ریکامندیشن لیتر که براتون فیش یا چند فیش ترتیب کرده، شما فایل PDF ش دارید اینجا اپلود کنین. من اینجا کلیک میکنم، رفرنس لیتر 1 این انتخاب میکنم. خب ببینین رفرنس لیتر اولی ما اپلود شد. بعدن میم شوز ریکامندیشن تیپ، اینجا مو رفرنس لیتر یا ریکامندیشن لیتر دومی را اپلود میکنم. اپلود کلیک کنین، میخوام این هم اپلود میشود. دا ورته زه انتخابوم. خب این هم سکسسفولی اپلود شد. کلوز ویندوز. خب بخش اسنادم تکمیل شد تا یک مرحله. اینجا باز این بخشا که از اپشنال است. من گفتم که تافل و ارش که است نیاز نیست، لازمی نیستن که شما باید این سند داشته باشین. if any اینجا نوشته اگر داشته باشین خوب، اگر نداشته باشین مشکل نیست. اگر نمرات GRE تافل جیمیت و غیره داشته باشین اینجا باز اضافه می شود. خب اینجا باز پایین در این قسمت یک سرتیفیکیت انگلیش پروفیشنسی تست نیاز است دوستا، او را باید شما اپلود کنین. در این قسمت دوستا امو اسناد تافل اگر داشته باشین اپلود می شود. باز داخل بین در اینجا یونیورسیتی سرتیفیکیت اسکن. در این قسمت دوستا شما باز انگلیش لنگویج پروفیشنسی تست یک سرتیفیکیت است که معمولا از دوره لیسانس براتون آماده می شود، یعنی از شما را امو فانتون ریکامند میکنه که این محصل ما دوره لیسانس خود که کامپیوتر ساینس یا اقتصاد است، بخش تکنولوژی هر چی که باشه، این دوره را 4 سال به زبان انگلیسی تکمیل کرده.
او را براتون نوشته میکنه تا پا مهر رسمی داشته باشه اینجا باز اپلود کنید. به خاطر که شما اونجا سطح انگلیسیتون ادوانس انتخاب کردین و تافل و الس هم ندارن، او البته لازمی هم نیستن. در قسمت باید شما باید امو انگلیش لنگویج پروفیشنسی تست سند یک سند اپلود کنین. من اینجا کلیک میکنم، این را انتخاب میکنم انگلیش پروفیشنسی سرتیفیکیت. این را باید از فانتون بگیرین. خب این سندم که اپلود کردین بعدن در قسمت گفته که کدام دیگر اسنادات می داشته باشین، مثلا تصدیق ایوارد جایزه و غیره اگر باشه خوب است در قسمت اپلود کنین، اگر نباشه مشکل نیست. ادیشنال کامنت اگر کدام پیشنهاد چیزی دارین یا کامنت در قسمت نوشته کنین. دیگه چیزی نیست. اپلیکیشن شما تکمیل شد دوستو. خب میام به گزینه سیو کلیک میکنم. بخش پروفشنال اینفورمیشن یا پروفشنال دیتیلز هم تکمیل می شود. خب در قسمت این گزینه سابمیت بر ما شما اویلیبل نیست، این سکشن مکمل تکمیل نشده. ما باز میره چک میکنم. در قسمت شما باید یک کامنت خلاصه نوشته کنین. خوب است. به طور مثال من یک چیز نوشته کردم، بعد میام به گزینه سیو کلیک میکنم. باز گورم شاید اپلیکیشن سابمیت کیږي کنه. اوس هم دا گزینه یا برخه اویلیبل نده. از قسمت دوستا یک سکشن است که ایرا باید کدام بخش مانده، ایرا ما انتخاب نکردیم. در قسمت انگلیش پروفیشنسی سرتیفیکیت ما یک گزینه را انتخاب نکردیم، البته سند اپلود کردیم. خب اینجا باز ما سوال کرده بود نه که شما اگر سند تافل دارین، الس دارین و غیره. ما اینجا باید یونیورسیتی لنگویج اف اینستراکشن این انتخاب کنم. این گزینه را شما انتخاب کنین دوستا. اما انگلیش پروفیشنسی سرتیفیکیت که است این مرتبط این موضوع می باشد. خب بعد میام به گزینه سیو کلیک میکنم. فعلا خب فعلا ببینین اپلیکیشن ما تکمیل شد. اون گزینه را من انتخاب نکرده بودم. گزینه سابمیت اپلیکیشن اویلیبل است. اینجا اگر کلیک کنم دوستا این اپلیکیشن ارسال میشد، ولی غیر منظم است، این رو ارسال نمیکنم. این بود راهنمایی بورسیه فانتون اسکالتچ که با شما شریک شده، مشخص در مقطع ماستری و دکترا شما میدونید که اپلیکیشن خود ارسال نماید. که چیرته که برخی که مشکل داری قابل شیخ خپل سوالونه د کاریر سنټر په چینل ډپارټمنټ کې لمونږ سره شریک. محصلین گرامی مشخص شما باید سی وی معتبر داشته باشین و 2 عدد ریکامندیشن لیتر، دیگه چیزی نیاز نیست به این بورسیا. و همین قسم انگلیش لنگویج پروفیشنسی سرتیفیکیت که سطح انگلیسی شما باید فوق العاده باشد، اونجا باز نیاز است. غیر از او باز شما باز امتحان میگیره، آنلاین امتحان انگلیسی که از این فانتون سخت است. این بورسیا فعلا وقتی که ثبت نام تکمیل کردین باز بعد از ختم ثبت نام مثل که شما در بورسیه اوپن دور سری 3 امتحان دادین، این هم همین قسم یک اپلیکیشن یا امتحان ساده دارد. باز مرحله بعدی او را باید شما پاس کنین. نو خیلی بریالی اوسئ.